همونطور که میدونید ما برای اینکه بتونیم در واقع مکان دقیق قرار گرفتنمون روی کره زمین رو در واقع مشخص بکنیم یا اینکه بتونیم جهت خودمون رو مشخص کنیم، راه رو پیدا بکنیم، نیاز داریم که از قطب نما استفاده بکنیم که در واقع جهت‌های فرعی و اصلی رو برای ما مشخص بکنه. اما زمانی که قطب نما نداریم یا خدایی نکرده گم شدیم و قطب نما در دسترس نیست، این زمانها چی کار باید بکنیم؟ در این مواقع در واقع ما باید این نکات رو بدونیم که خورشید از مشرق در صبح طلوع میکنه، در هنگام ظهر هم وسط آسمان به سمت جنوب قرار داره و در هنگام غروب در جهت مغرب غروب میکنه. ما در درس‌های گذشته یاد گرفتیم که اگه در یک صبح آفتابی جوری در واقع قرار بگیریم که دست راست ما به سمت خورشید باشه، در این صورت در واقع دست راست ما داره سمت مشرق یا همون شرق رو نشون میده و دست دیگر ما یعنی دست چپ ما به سمت مغرب هستش. در این صورت روبروی ما شمال میشه و پشت سر ما هم جنوب. اما در واقع این راهکار زیاد مناسب نیستش، به خاطر اینکه فقط جهت‌های تقریبی رو به ما میده، فقط تقریب میزنه و در واقع نمیتونه به صورت خیلی اساسی و صحیح و درست بگه که مثلا شمال در چند درجه ما هستش. برای اینکه بتونیم در واقع جهت‌های اصلی رو ما برای خودمون مشخص بکنیم، اگر خدایی نکرده در جایگاهی بودیم که نتونستیم پیدا بکنیم راهمون رو، باید چند تا نکته رو بدونیم. اول اینکه در نیمکره شمالی زمین در زمان ظهر شرعی خورشید همیشه دقیقاً در جهت جنوبه و سایه اجسام در واقع به سمت شمال قرار میگیره. دوم اینکه نوک سایه شاخص، بچه شاخص در واقع این خطی هستش که شما میبینید، میتونیم از چوب استفاده بکنیم که سایهش روی زمین میفته. نوک سایه شاخص روی زمین رو علامت گذاری میکنیم، بعد به مدت 10 یا 20 دقیقه صبر میکنیم که این نوک سایه چند سانتی متری جابجا بشه. بعد محل جدید سایه رو که تغییر مکان داده علامت گذاری میکنیم. اگر این دوتا نقطه که علامت گذاری کردیم و به هم دیگه وصل بکنیم، در واقع نقطه علامت گذاری اول که نوک سایه اول بود در واقع میشه به سمت غرب و نقطه دوم هم میشه به سمت شرق. اگر دقت کنید داخل تصویر علامت نوک سایه اول شده به سمت غرب و نوک سایه دوم هم شده به سمت شرق که در این صورت خیلی راحت میتونیم شمال و جنوب رو کاملا مشخص بکنیم. ساعت مچی همونطور که در شکل هم میبینید یا همون ساعت معمولی یا عقربه‌ای، اگر بخوایم با اون هم در واقع جهت یابی بکنیم، اول باید به حالت افقی در واقع به حالت افقی اونو داخل کف دستمون نگه داریم که عقربه ساعت شمار در واقع به سمت خورشید باشه که در این حالت یه نیمساز زاویه‌ای عقربه ساعت شمار با عدد 12 یک نیمساز زاویه‌ای میسازه که در این صورت جهت جنوب رو نشون میده. البته روش ساعت مچی تا 24 درجه امکان خطا رو داره. در واقع هرچی هم که زمان به کار بردن این روش به ظهر شرعی نزدیکتر باشه، نتیجه اون هم دقیق تر میشه. تمام این نکاتی که گفتیم، تمام این راه حل هایی که دادیم در واقع برای طول روز بود. اما اگر مثلا برای مثال ما در شب خواستیم جهت یابی بکنیم که نه سایه‌ای وجود داشت یا نه مثلا نوری وجود داشت که ما بتونیم صفحه ساعتمون رو ببینیم، یا اصلا نمیتونستیم کاری رو انجام بدیم که در طول شب، این موقع ما باید چی کار بکنیم؟ چجوری جهتمون رو پیدا بکنیم؟ از قدیم الایام در واقع ما میدونیم که بزرگان با اختراع استرلاب تونستن راهشون رو پیدا بکنن موقعی که میخواستن کشتیرانی بکنن، یا از ستاره قطبی یا ستاره شمالی استفاده میکردن. بعضی از این راهکارهایی که الان در این اسلاید ها هستش و من میخوام برای شما توضیح بدم، بعضی از اینها در واقع از قدیم الایام هستن و بعضی هاشون جدید هستن. اولین نکته این که ماه به شکل هلال باریکی تولد پیدا میکنه و در نیمه های ماه قمری به قرص کامل تبدیل میشه و سپس در جهت مقابل هلالی میشه. در نیمه اول ماه های قمری برآمدگی ماه جهت غرب رو نشون میده. پس برآمدگی ماه در نیمه اول ماه مغرب رو نشون میده. در نیمه دوم ماه
قمری هم برآمدگی ماه به سمت مشرق هستش. پس وقتی که ماه در آسمون بود ما میتونیم به همین راحتی با توجه به هلالش در نیمه اول ماه و نیمه دوم ماه بتونیم راهمون رو پیدا بکنیم. دوم اینکه اگر ماه در آسمون نبود، مثلا ابر مثلا جلوی ماه رو گرفته بود و نمیتونستیم ماه رو پیدا بکنیم یا در جهتی بودیم که دیدن ماه برای ما سخت بود، در اون صورت خوشه پروین در واقع خوشه پروین دسته‌ای که حدود 10 تا 15 تا ستاره داخلش داره، به شکل خوشه انگور هستش، همینطور که میبینید. در یک جا در واقع با همدیگه اجتماعی دارن که به آن مجموعه خوشه پروین میگن. این ستارگان مثل خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتن، ولی در همه حال دم اون به طرف مشرق هستش. الان دقت کنید مثل یک فلش هم میمونه، پس این فلش ما تهش میرسه به سمت مشرق. و سومی که صورت فلکی جبار معنی شکارچی یا اوریون هستش که حالا داخل اینجا هم میبینید این صورت فلکی جبار هستش. این از آسان یابتر، یعنی خیلی خیلی آسون پیدا میشه داخل آسمان. در مرکز صورت فلکی جبار 3 تا ستاره قرار دارن که با 4 ستاره دیگه شکل علامت سوال یا در واقع بادبادک رو تشکیل میدن، همونطور که داخل اینجا میبینید. تک ستاره پایین جبار که نقطه علامت سوال و یا دم بادبادک رو تشکیل میده جهت جنوب رو در واقع به ما نشون میده. پس اینجا هم یک راهکار دیگه که بتونیم داخل شب راحت راهمون رو پیدا بکنیم. بعدی صورت فلکی دوب اکبر هستش که این رو ما خیلی شنیدیم و رویت این هم در آسمان موقعی که هوا صاف باشه خیلی راحت هستش. دوب اکبر به معنی خرس بزرگ هستش که شامل 7 تا ستاره هستش به شکل ملاقه کنار همدیگه قرار گرفتن. 4 ستاره اون در واقع که تشکیل یک زوزنقه رو با هم دیگه میدن و 3 ستاره دیگهش که مثل یک دنباله این زوزنقه قرار گرفتن به شکل در واقع اینهاش در این قسمت همینطور که میبینید داخل شکل قرار گرفتن کنار هم دیگه. در واقع هرگاه که 2 ستاره‌ای که لبه بیرونی ملاقه قرار گرفته باشند به هم دیگه وصل بکنیم این دوتا رو و 5 برابر فاصله میان 2 ستاره، یعنی 5 برابر کنیم این دوتا فاصله رو با هم دیگه، اگر این 5 برابری رو به سمت جلو ادامه بدیم به ستاره قطبی میرسیم. پس یکی از چیزایی که تازه یاد گرفتیم این که اگر ما در واقع 2 تا ستاره لبه بیرونی این دوب اکبر رو به همدیگه وصل بکنیم و در واقع این وصل شدگی رو 5 برابرش بکنیم میرسیم به ستاره قطبی که ستاره قطبی هم در واقع تو پیدا کردن شمال به ما خیلی کمک میکنه. اگر دوست داشتید میتونید در موردش اطلاعات بیشتری کسب بکنید. همینطور که میبینید اینجا هم دوب اصغر داریم، ذات الکرسی داریم که چطور میتونیم در واقع اگر دوب اکبر رو نتونستیم پیدا بکنیم توسط دوب اصغر یا ذات الکرسی هم ستاره قطبی رو پیدا بکنیم. این هم به سمت ستاره قطبی اشاره داره. این هم یکی که گفتیم به صورت شاخه انگور هستش، اگر دقت بکنید پایینش به سمت جنوب میشه. حالا اگر دوباره در طول روز مشکل داشتیم یا مثلا ساعت نداشتیم همراه خودمون یا در واقع در ظهر بودیم جوری که مثلا نمیتونستیم در واقع چوب رو بذاریم یا اصلا سایه‌ای تشکیل نمیشد، این موقع چی کار بکنیم؟ در این صورت ما میتونیم از نشانه‌های محیطی و طبیعی استفاده بکنیم. از اونجا که سمت شمالی درختان در معرض آفتاب کمتری قرار داره، پس سمت شمالی درختان در معرض آفتاب کمتری قرار داره. درختان در این سمتشون شاخ و برگ کمتری دارن به دلیل اون که آفتاب بیشتر از سمت جنوب میتابه. درختان جنوب بهتر و بیشتر رشد میکنن، پس این هم یکی از راه حل ها. دوم اینکه پوست درختان قدیمی در سمت رو به آفتاب یعنی همون به سمت جنوب معمولا نازک‌تره. پوسیده بودن یک طرف از اکثر درختان جنگل جهت شمال رو نشون میده، پس سمت پوسیده به سمت شمال هستش. به خاطر نوع تابش خورشید شاخه‌های جنوبی اکثر
توی اکثر درختان افقی تر و شاخه های شمالی عمودی ترن. پس شاخه های جنوبی درختان افقی تر و شاخه های شمالی عمودی ترن. زمین اطراف ریشه درختان به سمت جنوب سست‌تر و توخالی تره نسبت به قسمت های شمالی و زمین به سمت شمال سفت‌تر و سخت‌تر میشه. رشد پوشش گیاهی در سمت جنوبی تپه ها بیشتر از سمت شمالی تپه هاست. پس پوشش گیاهی در سمت جنوب بیشتر از سمت شماله. اگر در اون حوالی که بودیم تونستیم تنه درختی رو پیدا بکنیم که حالا بریده شده یا قطع شده، تنه درخت بریده شده رو به دقت نگاه کنید. تعداد دایره مرکزی تو داخل هم دیگه هستن که مثل اثر انگشت عمل میکنن که هر یک از اونها در واقع 1 سال عمر درخت هستش. ما هم میتونیم با استفاده از تنه درخت عمر درخت رو مشخص بکنیم، هم میتونیم در واقع جهتمون رو مشخص کنیم. سمتی که فاصله خطوط این حلقه های سن درخت به هم دیگه نزدیکترن و فشرده ترن سمت شمال رو مشخص میکنه و سمتی که خطوط حلقه ها از هم فاصله بیشتری داشته باشن سمت جنوب رو نشون میده. برای جهتیابی دقیق تر باید در واقع به جهت انحراف مرکز حلقه ها هم توجه باید داشته باشیم که این دایره های منحنی تا چه حد منحنی هستن. هفتم این که جهت خم شدن اغلب درختان منطقه نشان دهنده جهت وزش باده. در واقع برای نمونه اگر درختان به طرف شمال منحرف و متمایل شده باشن، باد غالب از سمت جنوب، یعنی باد از سمت جنوب به شمال وزیده که این هم یکی از راهکارها هستش. یا اینکه اگر مثلا لانه مورچه رو پیدا کردیم در بعضی از جنگل ها، بعضی از حالا مناطق بیابانی، اگه تونستیم یک لانه مورچه رو پیدا بکنیم با اون هم میتونیم جهت یابی کنیم. مورچه ها خاک لانه های خودشون رو به سمت شرق میریزن تا هنگام روز به عنوان سایبان براشون عمل بکنه. پس این هم یکی از این عوامل مهم. از روش‌های جهتیابی که به در واقع کماندوها آموزش داده میشه، جهتیابی از روی لانه مورچه هاست. مورچه های بزرگ بیابان، در واقع بیابان معروف به مورچه خاکی یا خرمورچه یا مورچه گازگیر در واقع معروف هستن که خیلی میتونن مفید باشن توی جهتیابی. با تعقیب کردن یکی از اونها تا لانه‌شون میتونیم در واقع ورودی اون لانه‌شون هم پیدا بکنیم و دهانه لانه این مورچه ها اکثرا رو به شمال هستش. پس این هم یکی از این نکته های مفید. اگر ما در کنار برکه‌ای باشیم یا در کنار دریاچه‌ای باشیم که پرندگان ماهیان یا دوزیستان در حال تولید مثل هستن، در نظر باید داشته باشیم که اونها معمولا ترجیح میدن در سمت غرب در واقع زاد و ولد بکنن. پس این هم یکی از این نکته ها. دارکوب ها هم معمولا حفره‌ای که داخل درخت ایجاد میکنن تا بتونن بهتر کرم ها رو یا حشرات رو از اونها بیرون بکشن و بخورن، در سمت شرقی درخت حفر میکنن. پس اگه ما نتونستیم شرق و غرب یک درخت رو مشخص کنیم نسبت به پوسیدگیش یا شاخه هاش، اگر یک در واقع یک سوراخ دارکوب پیدا کردیم میتونیم نتیجه بگیریم که اون سمت شرق هستش. و بعد این که سنجاب ها هم معمولا در سوراخ های سمت شرقی درختان خانه و لانه برای خودشون درست میکنن. این هم یک نکته. و اگه زنبوری دیدیم که به حرکت در واقع داشت حرکت میکرد، باید به حرکتش دقت بکنیم. اگه مستقیم پرواز کرد باید بدونیم که داره به سمت لانه میره یا میخواد یک گلی رو در واقع روی یک گلی بشینه. اما اگه در محیط پروازی در واقع رقص مانند به نمایش میگذاشت، دور از لانه بود، در حرکت اون باید بیشتر دقت بکنیم. زنبورهایی که در جستجوی گل هستن حرکات مارپیچی خودشون رو به سمت شمال در واقع انجام میدن. بعد اینکه ناگهان چند دور خودشون میچرخن و حرکت نامنظمی رو آغاز میکنن و بعد از مدتی ناگهان رو به شمال در واقع پرواز میکنن و مدتی مستقیم به سمت شمال میرن و این کار را پیاپی انجام میدن. پس این هم یکی از نکته ها. به تپه ها هم دقت کنید. وقتی سمتی که به طرف جنوب هستش داخل تپه خشکتر و کمگیاهتر از سمتی هستش که به سمت شمال هستش. این در دشت های ایران بسیار بسیار مفید هستش. اگر خدای نکرده مشکلی پیش اومد و اونجا نتونستید راهتون رو پیدا بکنید، از اینها میتونید استفاده بکنید. اگر در بیابان بودیم
و پوشش گیاهی وجود نداشت میتونیم از آفتاب در واقع جهت یابی کنیم. اما اگه هوا ابری شد و به تازگی ها این چیزهایی که در واقع به عنوان نمونه دارم بیان میکنم یک راهکارهای جدید هستش و تازه میخواید در واقع جهت یابی رو شروع کنید، با پیدا کردن یک تپه پرشیب در جهت‌های مختلف روی خاک شیب دست بگذارید و حرارت اون رو بسنجید و تمام اطراف تپه را نه به صورت پیوسته بلکه به صورت 180 درجه امتحان کنید. دست بگذارید ابتدا، بعد دوباره سمت مقابلش رو امتحان بکنید و همینطور به کارشون ادامه بدید. نحوه جهتیابی به این صورته که در واقع تپه های پرشیب طرفی که رو به شمال هستن خاکش خنک‌تره از طرفی که رو به جنوب هستش، پس خورشید در واقع به سمت جنوبشون بیشتر میتابه، پس سمت شمالش خاکش خنک‌تر از سمت جنوب هستش. روش دیگه از روی شناسایی پرنده های مهاجر در واقع هستش. در دشت های مرکزی ایران به طور معمول در بهار اکثر پرنده ها از جنوب به شمال و در پاییز از شمال به جنوب پرواز میکنن. اگه 2 سوسک مصری رو هم دیدید که گلوله‌ای از سرگین در واقع سرگین خشک رو میغلطوندن و با خودشون داشتن میبردن، البته در ایران ها این نکته در ایران صدق میکنه، به سمت غرب میرن، اما اگر یک سوسک بود ممکن است به هر جهتی که دلش بخواد بره. اگه 2 تا سوسک مصری رو دیدید، یکی ممکنه هر جا که دلش بخواد این رو بگذاره. و نکته آخر این که در قبرستان ها در واقع مرده رو در قبر روی دست راستش میخوابونن، یعنی به سمت قبله. پس اگر شما طوری ایستاده باشید که نوشته های سنگ قبر رو به درستی میخونید، سمت چپتون قبله یا همون جنوب غربی هستش. این هم یکی از نکاتی که شاید البته خدایی نکرده که گم بشید، ولی از یکی از نکات هستش که بهتون خیلی کمک میکنه. خیلی متشکرم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که مطالب براتون آموزنده و لذت بخش باشه. ممنون از توجه و وقتتون. خدایا رو نگهدارتون.